به این 4 تا فلاپ دقت کن. 1 2 3 4. همینجوری که میبینی ضخامتاشون با هم فرق داره، تراکماشون با هم فرق داره، برنداشون هم با هم فرق داره. این 4 تا فلاپ توی تنها چیزی که با هم مشترکن گریده که گرید هر 4 تاشون 40. حالا گرید چیه؟ گرید زبری کارو میگن که گرید 40 60 80 داریم. 40 از همه زبرتره، 60 متوسط، 80 از همه نرمتره که شما باید ببینید برای کارت کدوم یکی از این گریدها مناسبه. حالا برای فلاپ زدن شما کدوم یکی از اینا رو انتخاب میکنی و دلیلش هم به هم بگو. 1 2 3 4. یه نکتم به دوستان عزیزی که فلاپ تولید میکنن حالا یا وارد میکنن روش لیبل میزنن، لطفا این لیبل رو یا نزنید یا اگه میچسبونید خیلی محکم بچسبونید، چون موقع کار کنده میشه و دوستان تازه کار امکان داره که بترسن.